الله الرحمن الرحیم. سلام به هم، امید همتون جور صحتمند باشین. امروز بخیر لسان 26 میخونیم. در دیزاین تاب ما امروز پیج بک‌گراند گروپ میخونیم که دو کدام موضوعات است. کنترل دبلیو کنترل این. در بخش دیزاین میایم. در اینجا بخش اولی که مربوط از میشه وادرمارک است. ما میتونیم توسط از یک کانفیدنشال یک چیزی را اد کنیم پشت تکست. مثلا من اینجا یک چیزی را نوشته میکنم فلورندی اینمی یک متن است، یک کتاب از هر چی است، یک چفتر است. ما میتونیم اینجا مثل زیوار امو در پشت از یک نوشته را ایجاد کنیم. مثلا کانفیدنشال به معنی اعتماد شدن و اعتماد بودن می باشد. اگر این صفحات زیاد باشه مثلا کنترل اینتر رو میذارم که زیاد شو، به شکل اینا زیاد میشه. اگر دیگه بود مثلا دو نات کاپی، ما یک چیزی را داشته باشیم که باید کاپی نشود، یک تکست داشته باشیم که باید کاپی نشود، اینجا ما او را برش ایجاد میکنیم. مثلا اگر یک کسی که مطالعه میکنه او را ببینه، او را باز چی کاپی نمیکند. و اگر ما خود ما یک نوشته را خود ما ایجاد کنیم میتونیم، یا یک تصویر را ایجاد کنیم هم ما میتونیم در اینجا انزرت کنیم. در اینجا کستوم ویدرمارک بخش اول از این که است ویدرمارک ما، یعنی از اینجا ما اگر این را انتخاب کنیم امو اپلایش کنیم، امو ویدرمارک از بین میره یا ریمو میشه. و اگر ما بخوایم یک پیکچر را چی کنیم انزرت کنیم، هم ما میتونیم از اینجا او را انتخاب کنیم. ورک آفلاین مثلا در اینجا این را ما انزرت میکنم، اپلای میکنم. در اینجا امو تصویر چی شد برای ما به شکل ویدرمارک نمایان شد. در اینجا اگر سایزش خورد و کوچک میکنیم هم ما میتونیم بیخی بزرگ شد. اگر کوچک میکنیم مثلا 50 و باز بیخی کوچک میشه. اگر اوتو کنیم به هر اندازه که انزرت شد به ما اندازه چی میشه اپلای میشه. و به شفت که است ما میتونیم توسط ازی امو روشنایی چی از زیاد کنیم. مثلا ازی را امو رنگش کمی شد زیاد شد، اگر پس باره رنگش کمی خپ واره میشه. دیگه هم اگر ما بخوایم که یک تکست اینجا چی کنیم انزرت کنیم، هم ما میتونیم یک تکست از این طریق در اینجا انزرت کنیم. در اولش زبانش انتخاب میکنم، دری باشه پشتو باشه، هر زبانی که باشه ما میتونیم او را انتخاب کنیم. از اینجا دیگه هم در اینجا ما تکستی که ASAPKS مو در اول می باشد خود به خود. اگر ما در اینجا یک مثلا welcome to our site یا دیگه متن، هر متنی که داشته باشیم، یک نام داشته باشیم یا نام کورس داشته باشیم، ما میتونیم اینجا چی کنیم او را اپلای کنیم. مثلا اینجا امو welcome to our site یا امو welcome to our library، هرچی ما میتونیم از این طرف برش نوشته کنیم در اینجا اپلای کنیم. در اینجا ما دیزاین خطوطش چی میشود تغییرات ایجاد میشود به هر شکلی که باشد، به شکل باشد، به هر شکلی که باشد. و دیگه اینجا رنگش تغییر داده میتونیم به هر رنگی که باشد. و دونجا که بود و شاوت در بخش پیکچر که بود در اینجا سیمی ترانسپرنت است. ما میتونیم توسط ازی امو روشناییش کمی چی کنیم زیاد کنیم، یعنی امو را کمی روشن کنیم. هم ما میتونیم اینجا او را اپلای کنیم به شکل در همه صفحات چی شد او نمایان شد. و اگر دایگونال یا هورزنتال، دایگونال به شکل مایل باشد، هورزنتال به شکل افقی باشد، هم اینجا به شکل افقی حال شد. ما میتونیم او را هم از اینجا برش اپلای کنیم. این هم بخش ویدرمارک بود. از اینجا هم ما میتونیم امو ویدرمارک چی کنیم ریموو کنیم. دیگه هم بخش پیج کالر است.
ما میتونیم توسط از یک رنگ برای صفحه بتیم به شکل دیگه به انواع اقسام رنگ ها ما میتونیم اینجا یک کالر برای ازش کنیم انزرت کنیم یا اد کنیم. ای قسم است که ما نمیتونیم ایره باز پرینت کنیم. در پرینت امرای پیج چی نمیشود، پرینت نمیشود. اینجا ما دیده میتونیم در بخش پرینت پیج ما سفید است، اما اینجا ما رنگ برش ایجاد کردیم. این فیزیکال است، یعنی تنها برای معلوم کردن نوشته یا نمایش نوشته که برای ما روشن معلوم شود ما میتونیم اینجا کالر برش چی کنیم ایجاد کنیم که هر رنگی که باشد. اما در پرینت نمیشه. اگر ما بخوایم که امی رنگ پیج ما در پرینت هم ایجاد شود یعنی پرینت شود، باز او را در پیج باردر میخونیم که یک موضوع دونج است به نام شدینگ است. دو ما میتونیم دیگه هم بخش از اینجا باز میتونیم او را نو کالر ریموو هم کنیم، کلیر کنیم. اینجا دیگه موضوع که از پیج باردر است، ما میتونیم توسط ازی برای صفحات و پاراگراف یک باردر با جملات ما میتونیم یک باردر چی کنیم بسازیم. مثلا در اینجا باردر یک بخش سلیکشن است، یکیش آل پیج است. سلیکشن که است مو جای خاص متعین میکنیم برای یک پاراگراف، برای یک جمله. برای از اون ما چی میکنیم امی باردر یا امو چار اطراف برش جور میکنیم، چار اطراف یعنی صفحه. و آل پیج که است اینجا پیج باردر که است ما میتونیم باز به پیج یک باردر بسازیم. بخش اولش ما اینجا یک پاراگراف و اینجا ما ایره مشخص میکنیم که برای از یک باردر بسازیم. مثلا بولد باشه، رنگش هم رنگ سرخ باشه. حالا میایم در بخش دیزاین اینجا میایم در بخش باردر ما میتونیم اینجا یک باردر برش ازی چی کنیم جور کنیم، مثلا به این شکل باشد و اینجا هم رنگش برش جور میگیم بی رنگ باشد. اندازهش هم میتونیم زیاد زخیم باشد، کم زخیم باشد، به اندازه زخیم باشد یا به اندازه. اما ما میتونیم از اینجا تعیین کنیم بالایش باشه یا نباشد. اینجا در پریویو برای ما نشان میده پایینش باشه، در بغلش باشه یا نباشه. ما میتونیم او را از اینجا برش تعیین کنیم. تنها برای تکست باشه یا برای پاراگراف مال میخوایم برای پاراگراف کنیم. اگر باز با تکست برای هر جمله باز چی میشه اپلای میشه. در به تکست اینه برای ازی یک چیز ساخت، برای ازی پاراگراف یک باردر ساخت. اگر ما بخوایم که می باردر برای هر جمله بسازیم هم ما میتونیم مثلا در بخش باکس ما میتونیم یک استایل برش انتخاب میکنیم، یا در بخش شادو همین سایه داشته باشد هم ما میتونیم یک استایل برش تعیین کنیم، یا در بخش چیدی هم ما میتونیم یک استایل برای ازی چی کنیم تعیین کنیم. مثلا این استایل در اینجا رنگش به رنگ باشد، اندازهش هم ما میتونیم از اینجا چی کنیم تعیین کنیم. این خوب برای پیج باردر و اینجا در بخش چیدی مثلا این انتخاب میکنیم، برای ازی هم این رنگ میتونیم و اندازهش ما میتونیم از اینجا چی کنیم تعیین کنیم. و برای تکست ما این اپلای میکنیم که برای هر جمله یک باردر جور شد. اینجا میبینیم که برای هر جمله یک باردر ساخته شد. و اگر کستوم خود ما یک استایل بخوایم هم ما میتونیم اینجا یک استایل برش ایجاد کنیم. ما رو سلیکت میکنیم، برای از او چی میشود ساخته میشود. دیگه بخش که است مربوط آپشن میشود. اگر ما مثلا ایره ما سلیکت میکنم، این پاراگراف ما سلیکت میکنم اینجا، برای ازی ما در بخش آپشن امی متن جایش نظر به باردر در کدام در تاپش چقدر چند فوت باشد، اندازهش به طرف رایتش، لفتش، باتومش چقدر اندازه دینده در پریویو هم برای ما چی میشه امو معلوم میشود که به هر اندازه باشد. میتونم او را از اینجا برش چی کنم تعیین کنم، اینجا برای ما معلوم میشه. اوکی به ما اندازه در باردر کمی تغییرات آورده شد.
این خون بخش مو سلیکشن بود. اگر ما به تمام صفحه مثلا اینجا حالا به تمام صفحه ساختم اینجا هم عمومیه امو در باکس به مثل شادو به شکل جی به شکل کاستوم ما میتونیم اینجا هم امو برای تمام صفحه یا یک پیج امو بارده را بسازیم. مثلا به شکل اینجا امو چیزاش تغییر داده میتونم. اینجا یک موضوع که هست مثلا ایره ما برای اینا انتخاب میکنم اندازهشون کمی زیاد شود. اینجا اپلای که میکنیم یک به هول داکومنت است، به تمام داکومنت است، یک به بخش سیکشن است که ما بخش سیکشن رو نخونیم. مثلا این قسم است که یک و نیم صفحه داره، چندین بخش به یک دیزاین میکنیم، چندین بخش دیگهش به دیگر دیزاین، یعنی به سیکشن چنج میکنیم. باز بخش سیکشن برش چی میکنیم؟ سلیکت میکنیم. اگر فرست پیج تنها باشد ما میتونیم تنها برای صفحه اولی اینجا انتخاب کنیم. مثلا برای ازی امیر اپلای کردم تنها به صفحه اولی باردر آمد، در صفحات دیگه این نیست. اینجا هم بخش سکرن اگر بر صفحه اولی نباشه برای دیگه باشه هم ما میتونیم اپلای کنیم. به این صفحات است اما به صفحه اولی که است مو باردر ساخته نشد و به هول داکومنت که باشه بس تمام میشون ساخته میشود. در بخش کاستوم اینجا بعضی انواع و اقسام دیگر هم داره، مثلا به شکل باشد هم ما میتونیم دیزاینش به شکل درخت باشد، به شکل گل باشد. اندازه شما اینجا چی میکنیم زیاد کده و کم کده میتونید اینجا هم به تفریبی برای معلوم شد، مثلا به اندازه باشد در هول داکومنت. یا هم انواع اقسام اینجا است، به شکل باشد، به شکل ستاره باشد هم ما میتونیم او را برش چی کنیم اینجا تعیین کنیم به شکل ستاره باردر ساخته شد. دیگه انواع اقسام دارد، به شکل کلم باشد و دیگه باشد. اینجا هم انواع اقسام مثلا این دیزاین که است چه شد؟ این دیزاین زیادتر مشهور است که ما میتونیم دی باز رنگشان چنج کرده میتونیم به رنگ باشد، اما لاینش ما میتونیم شیشه تغییر بتونیم اینجا زیاد کم باشد. اما میتونیم امو را به امو زیادترشان در صفحات اول کتاب نمی که میمورن است زیادتر استفاده میشه. این هم بخش باردر پیج بود و در اینجا در بخش آپشن ما میتونیم اما اندازه اشتاپ و اینا شد. در اینجا در تکست ما میتونیم تغییرات را ایجاد کنیم به کدام اندازه و تکست باشد. در باردر دوری و نزدیکی باردر به تکست ما میتونیم در اینجا چی کنیم او را اپلای کنیم. مثلا این کمی تغییرات ایجاد شد. اینجا ای خو پیج است به کنجای صفحات است. اگر به تنها بر تکست یعنی نزدیک شود، نزدیک تکست باز چی میشود اپلای نزدیک تکست ای باردش پیج آمد. در ای هم ما میتونیم اندازهش چی کنیم تغییر بتیم که از باتون باشد، از این اندازه چی باشد، از این اندازه چی باشد ما میتونیم یا کم زیاد ای را برش تعیین کنیم. و اگر به شکل الیگن پرگراف باردر اند تیبل ایج پیج باردر تیبل اگر داشته باشیم همراه پرگراف بیایم هم ما میتونیم بازی را برش سلیکت کنیم. میتونیم حالا اندازه را که تغییر دادیم هم اندازه شد تغییر شد. و اگر دیسپلی فرانت باشد یا فرانت نباشد هم ما میتونیم او را برش از اینجا چی کنیم. اینجا اگر ما یک عنوان اینجا در هیدر داشته باشیم مثلا خان یک نام نوشته میکنم، من اینجا کمی زیرا چی میکنم زیاد بزرگ شد و بر شما معلوم شد. در هیدر ما چی کنم میره جور کنم. اگر ما بخوایم آلی باز در بخش دیزاین اینجا می اپشن برش چین میکنیم سراوندد هیدر هم چی شد اینجا امو هیدر چی شد برای ما از هیدر ای پایین آمد برای ما کم معلوم میشه. برای پوتر هم ما میتونیم ایره سراونددش چی کنیم
انسلکت کنیم یعنی احاطه نباشد توسط ازی ما میتونیم باز امو هم احاطه نمیشه. اگر پیج باشه هم ما میتونیم مورو برش امپرانت باشد یا نباشد مثلا به شکل باشد یا نباشد ما میتونیم مورو از اینجا برش چی کنیم تعیین کنیم به هر دیزاینی که باشه به شکل باشه یا نباشه ما میتونیم مورو باز کمی چکت پود کنیم. بخش دیگه که از مربوط شدینگ میشود ما وقت گفتیم در پیج کالر برای صفحه رنگ میدادیم اما در پرینت نمیومد اما در اینجا برای مو صفحه رنگ داده میتونیم یعنی هر جایی که نوشته میکنیم همون نوشته یک رنگ میگیره. مثلا اینجا کنترل این صفحه جدید باز میکنم در اینجا بخش دیزاین در بخش شدینگ میم اینجا یک رنگ مثلا این رنگ ما برش انتخاب میکنم اوکی میکنم. اگر انتر بزنیم و هر اندازه که ما نوشته موجود باشد و همون اندازه اینجا باز چی میشود بخش پرینت اینجا برای ما معلوم میشود ای پرینت هم میشود ای رنگ پیج باز چی میشود پرینت هم میشود. اینجا یک رنگ دیگه اگر 100% سیاه باشد یک 20% رنگ سیاه باشد امون نوشتهش بچنش و رنگ دیگه هاش مثلا به انداز رنگ دیگه هم راش میکس باشد 20% دو باشد دو دیگهش ای باشد هم ما میتونم تنها برای پروگراف چی میشود اپلای میشود به اندازه امو کمی رنگش چی کد تغییرات ایجاد شد. دیگر رنگ ها رو هم ما میتونم اینجا برش چی کنم به رنگ هم ما میتونم برش اپلای کنم. این هم بخش پیج بک‌گراند بود و آخرین لسن دیزاین تب بود.